یک زن 50 ساله توجیک به سبب گرمی طاقت فرسا در سر زمین پخته جان داده است. سید نیسو شومیرزویو 50 ساله ساکن دهه سرخاب نویای فرخور نصف روز 14 ایول فافتیده است. پسرش سفرعلی شمسوف روز 16 ایول به رادیو زاده گفت همراه برادر و مادرش برای سرچین کردن نهالا به پختزار رفتند و او هنگام کار افتاده جان داده است. طبیبان به آنها گفتند که دل مادرشان به سبب گرمای طاقت فرسا از کار مانده است. سفرعلی شمسوف پسر سید نیسو شومیرزویو گفت مادرش بیماری نداشت و هر صبح از خانه تا سر زمین 3 کیلومتر پیاده می آمد. سید نیسو مادر 6 فرزند و جمله 3 دختر معیوب بود. شمسوف میگوید که از تجربه تلخ به سر مادرش آمده به مردم مشورت میدهد که در گرما خود را احتیاط کنند. مقامات تاجیکستان هفته گذشته شهروندان و بخصوص بیماران قلب خواستند بی ضرورت از خانه بیرون نآیند چون ممکن حرارت طاقت فرسا سبب نفس تنگی و اوج گرفتن بیماری هایشان شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده با نشر یک بیانیه روز 5 ایول گفت ممکن است حرارت در بسیاری از مناطق کشور از مرز 40 هم بگذرد. در این بیانیه آمده است که اگر کسی هم بیرون آید باید کوشش کند که هرچی کمتر زیر نور آفتاب باشد. در حال ضرورت با خود گرفتن چتر و یا کلاه تابستانه را فراموش نکنید. توصیه به افراد گرفتار بیماری‌های فشاری بلند، دق نفس و بیماری قلب این است که طبق توصیه‌های دکتران عمل کنند و بی ضرورت به کوچه نبرند. هواشناسان تاجیک میگویند حرارت در ولایت ختلان به 43، ناحیه‌های توبه مرکز 42، ولایت سوق 42 و در شهر دوشنبه به 41 درجه میرسد.